و ما یک حکومت اسلامی میخواهیم. او خاطرلی که به خاطر دموکراسی و بی‌حجابی و چون سرلگه چقدر و شعار برده او به زدن نمایندگی قلال میده و خواهرایی که شعار برده ایتده که دموکراسی تلیبز اولی خواهر میسینن سوال قلمان ایتین که دموکراسی یعنی نما دموکراسی یعنی بوده که قانون مردم از طرف مردم برای مردم. الحمدلله بزا مسلمان بز قانون الله تلی بز بزا قانون ساخته بشر تلی بز. ما زنان مسلمان برایشان میگوییم که کور خوانده اید. دیگر زنان افغان فریب حقوق بشر دروغین را نمیخورند. دیگر فریب حقوق زن دروغین را نمیخورند. ما نمیخواهیم که بار دیگر خواهران ما بازیچی دموکراسی گردد. ما از دموکراسی بیزاریم. ما از حکومت دست نشانده و مزدور به سطوح آمده بودیم. هرگز اجازه نمیدهیم که دوباره در افغانستان دستی غربگرایی حاکم شود و تعدادی از زنهای بی حیا حیثیت شرعی زنان را بدنام بسازد. خواهران ما دیگر نمیخواهند که با نامحرم یک جا کار نمایند. خواهران ما نمیخواهند که دیگر در پوهنتونها پسر و دختر یک جا درس بخوانند. چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. I'm